خیلی وقتا با بازاری طرفیم که نه روند صعودی داره نه روند نزولی. قیمت فقط بین یه سقف و یه کف بالا پایین میشه. این میشه رنج. پس هر موقع دیدیم قیمت تو یک بازه مشخصی بالا پایین میشه، رنج میزنه، اول سقف کف رنج رو مشخص میکنیم. نزدیک کف رنج اگر نشونه های حمایت و برگشت دیده بشه، محل مناسبی برای لانگه. و نزدیک سقف رنج اگر نشونه ضعف و برگشت دیده بشه، محل مناسبی برای شورت. و حد ضرر رو همیشه بیرون محدوده میذاریم. و اگر قیمت محدوده رو شکست و بیرون از محدوده تثبیت داد، قبول میکنیم که دیگه رنج تموم شده و دیگه با استراتژی رنج وارد معامله نمیشیم. اما یه نکته، اگر شکست اتفاق بیفته ولی فیک باشه و قیمت دوباره برگرده داخل رنج، در بیشتر مواقع مسیر رو تقریبا تا کف رنج ادامه میده. برای همین معامله بعد از فیک بریک اوت معمولا منطقی تر از معامله روی خود شکسته. پس هر موقع پشت چارت دیدید بازار داره رنج میزنه، با حد ضرر مشخص و مدیریت حجم مناسب میتونید وارد معامله بشید.